به کافه روانشناسی دکتر فایزی خوش آمدید. اینجا محفل نور و ماهور برپاست. سلام و عشق، روزتون غرفه نور و برکت عزیزان. نوشین فایزی هستم، دکترای تخصصی روانشناسی، خانواده درمانگر. امروز اومدیم تا در مورد قصه ها با هم گفتگو بکنیم. سلام به روی ماهتون. و اینکه اصلا چرا بزرگان ادب و فرهنگ فارسی از قصه استفاده می کردند و چه محاسنی داشته و چقدر ما گنجینه غنی داریم از قصه که میتونیم ازش استفاده بکنیم جهت هرچه زیباتر اندیشیدن و زندگی کردن. خب عزیزان، تو کپشن هم یه توضیح مختصر خواهم گذاشت که قصه ها چه کاربردی دارن و بین قصه گو و شنونده و خواننده همیشه یه میانجی وجود داره که اونم مغز و تفکر شنونده و خواننده است که میتونه پرواز بکنه و با المانهای گذشته خودش و با باورهای قبلی خودش اطلاعات جدید رو در بیامیزه به اصطلاح و یادگیری اتفاق بیفته. پس به تعداد شنونده ها و خواننده ها یادگیری های متنوع و جذابی وجود داره. اینجوری نیست که یه قصه هر چیزی گفته میشه همون دقیقاً تو اون افراد شکل میگیره و به اصطلاح اون اطلاعات جا خوش میکنه. اینجوری نیست. خب چند تا کاربرد داره قصه عزیزان. یکیشون یادگیری نیابتیه. ما لازم نیست بهای سنگین تجربه کردن رو هی پرداخت بکنیم. خیلی اوقات در قالب قصه ها و تمثیل ها ما به صورت نمادین میبینیم که یه انتخاب چه پیامدهایی رو میتونه داشته باشه و شاید انتا تصمیم بگیریم که اون انتخاب رو دیگه نکنیم و یا تصمیم بگیریم یه انتخاب رو بکنیم چون میبینیم اوه چه دستاوردهایی میتونه داشته باشه این گونه رفتار کردن و انتخاب کردن. پس این یادگیری نیابتی خیلی به اصطلاح ارزشمند و گرانقدره. یکیش پس اینه، درسته؟ یکیش همون تنوعی که میتونه داشته باشه که باعث ریفریمینگ یا بازسازی شناخت ما میشه. شاید به اصطلاح ما یه باورهایی رو داشته باشیم که کلیشه‌ای و عاریتی محصول زندگی زیستمون تا به امروز باشه یا چیزی باشه که به اصطلاح اطرافیان ما، بزرگترهای ما به اصطلاح تزریق کردن در جان ما. همش هم لزوما درست نیست، ولی اینجا میتونه اون بازسازی شناختی هم صورت بگیره که سعی میکنیم در خلال پست‌های مربوط به قصه درمانی و تمثیل درمانی با قصه ها و حکایت های متنوع انشالله این بازسازی رو در حیطه های مختلف شناخت داشته باشیم. چقدر جذابه که علم اینقدر پیشرفت کرده، نه؟ من که خودم ذوق زدم که میتونیم با اینقدر ابزارهای متنوع به اصطلاح به سمت زیباتر زندگی کردن حرکت بکنیم. درسته؟ پس خود یکیش هم شد یادگیری نیابتی. یکی دیگهش عزیزان ما اینه که قصه ها مفرحن و توی این دنیای پر همهمه و پر هیاهو که اینقدر مشغله ها هست یه گریزگاه و مفری میشن برای شنونده و خواننده برای لحظاتی مرخصی گرفتن از این دنیای پر هیاهو و به اصطلاح فرار به عالم بیخیالی. منظور ما مکانیزم دفاعی اجتناب و این کار و اینها نیستا، لحظاتی به اصطلاح اون دل سپردن به ماجرای یک انسان دیگر، یک پدیده دیگر و از این به اصطلاح تسکین پیدا کردن از اون همهمه هایی که دوچار هستیم همگی بهش. پس این حسن رو هم داره، ضمن اینکه تنوعی که میتونه داشته باشه. ما میتونه موضوعات مختلف رو در بر بگیره، میتونه برای یک موضوع چندین مدل قصه و حکایت نقل بشه که خود این دست قصه گو رو خیلی باز میکنه. درست شد؟ خیلی هم خوب. بریم سراغ یک حکایت و این وعده رو هم بهتون بدم که ما مرتب انشالله قصه و تمثیل داریم، خصوصا از بزرگان ادب. یه چیز جالب، مثنوی معنوی خودش گنجینه‌ای هست از حکایت ها و نکته‌ای که به نظر من قابل ذکره اینه که خیلی از داستان‌های مثنوی جدید نیستن، نه جدیدن نه ساخته ذهن مولانا لزوما. خیلی هاشون توی مثنوی‌های عطار، توی اوفی، کتاب جامع الحکایات اوفی و کلیله و دمنه اومده بودن پیشتر. فقط خلاقیت مولانا در نحوه ارائهشون و جایی که ارائهشون میکنه کمک میکنه که اصلا ما اینا انگار یادمون بمونه، بیشتر رجوع بکنیم به مثنوی معنوی به اصطلاح. خب این خلاقیت هم خیلی ارزشمنده که چی رو کجا داریم میگیم و کجا ارائه میدیم و چجوری بعد ازش استفاده بکنیم. خب بریم سراغ اولین داستان در کافه روانشناسی.
فرض کنین عزیزان روزی روزگاری یه مرد اسب سواری بوده که داشته طی طریق میکرده در دشت و صحرا و احساس خستگی میکنه. بعد میخواد اسبش رو یک جایی ببنده به اصطلاح که بتونه دمی بیاسایی یا استراحت بکنه. یه تکه چوبی رو پیدا میکنه توی اون دشت و اونو توی زمین به اصطلاح فرو میکنه یا قرار میده که اسبش رو بهش ببنده. اون شب رو خوب استراحت میکنه. صبح که میخواد عازم بشه و راهی بشه و بره میگه خب من این کارو کردم، بذار این رو بذارم. شاید یه بینوای دیگه که داشته اینجا طی طریق میکرده اسبش رو نیاز داشته باشه به جایی ببنده، دیگه اون نخواد زحمت بکشه، کار اون آسون تر بشه. چوب رو در زمین باقی میگذاره و راهش رو ادامه میده. همینجور که این چوب روی زمین یه رهگذری بعد از اون رد میشه و این چوب رو میبینه، میگه ای داده بیداد، الان روز من اینو دیدم، اگر شبی کسی بیاد بخواد رد بشه و تو این تاریکی شب اینو نبینه ممکنه که صدمه ببینه. و این چوب رو از جا در میاره و به اصطلاح کناری میگذاره و میره. چند روز بعد ماهیگیری داشته می اومده که میخواسته تور ماهیگیریش رو توی آب بندازه. از این دشت که رد میشه این چوب رو میبینه، میگه اوه چه چیز خوب و کاربردی، من ببرمش کنار ساحل بذارم و روش بشینم تا این گل و لای به لباسم نگیره و من رو کثیف نکنه. و میره این چوب رو به این طریق استفاده میکنه و ماهیش رو هم صید میکنه. اون میره خونهشون و به اصطلاح آخرین نفری که این چوب رو زیارت میکنه یک هیزم شکن بوده که وقتی اینو میبینه میگه اوه چه چیز خوبی، من اینو ببرم خونه، با تبر قطعش بکنم و به عنوان هیزم استفادهش بکنم که خونه گرم بشه، مادرم بیماره، در بستر بیماری، تو این سرما ما رو از حجمه سرما نجات میده. و اونم میبره و این کار رو میکنه. درست شد؟ خب حالا سوالی که باقی میمونه، همه اینها به نوعی از اون چوب استفاده کردن عزیزان. کی میتونه بگه کدومشون بهتر استفاده کرده؟ کی میتونه بگه کدومشون انتخابش بدتر بوده یا غلط بوده یا بهتر بوده؟ اینا سوالهای جانانه‌ای هستن که خوبه بهشون رجوع بکنیم و بعد این داستانها رو و پیغام زیربناییشون رو مثل شابلون روی وقایع زندگی روزمرمون بندازیم و یکم خود ارزیابی کنیم، یکم پایش دقیق‌تر و تأمل برانگیزتری به وقایع داشته باشیم. همه اینا نیتاشون خیر بوده، همه اینا هم دلشون میخواسته به زیبایی از یک واقعه بهره ببرن و استفاده بکنن. اینو داشته باشیم که خیلی اوقات ما نمیتونیم انتخاب‌های دیگران رو قضاوت بکنیم. منظور ما این نیست که رفتاری که مشخصاً دون ارزش هست یا خلاف سیستم ارزشی هست، چون بالاخره ارزش‌ها جهان شمولن و یه چیز مشخصی هستن. نمیشه دروغ رو به اصطلاح غیر دروغ جلوه داد. میدونید چی میگم؟ وقتی کسی حقیقت رو واژگون میکنه دیگه داره حقیقت رو واژگون جلوه میده. پس بحث ما اون ارزش‌های مشخص کلیدی که کسی نقضشون میکنه نیست، ولی میخوام بگم در بعضی انتخاب‌ها هستند که خیلی قابل قضاوت نیست و خداوند میدونه و اون شخص که نیت زیربنایی اون فعل یا رفتار چی بوده. خب امیدوارم که این حکایت و این داستان لحظاتی درنگ و تأمل رو در عزیزان ایجاد بکنه. خود من که کیف میکنم داستانها رو میخونم، بعدش معمولا تو دریای اندیشه خودم غرق میشم و امیدوارم که خروجی داشته باشه. خروجی به معنای تغییر حتی شده خیلی کوچولو توی انتخاب‌های از این لحظه به بعدمون. خب لحظاتون سرشار از بوسه های خداوند. توی لایو قبلی گفتیم که این نفسی که میاد و میره بوسه های خداوندی که در ما میدمه، در ما میرقصه و میگرده و در نهایت خروج میکنه و امیدوارم با خروجش هر آینه ما دم به دم انسان نوتر و زیباتری شده باشیم. خیلی مراقبت بکنید. من لایو رو بارگذاری میکنم.